چرا من اسکین ندارم؟ بالاخره وقتش رسید. سلام به همگی، من پارمیسیچم و خیلی خوشحالم که اینو بهتون بگم که وقتش رسید که پکی که همه منتظرش بودیم ازش رونمایی بشه و به سوالهای شما جواب داده بشه. خیلی هیجان دارم و بریم سراغ ادامه ویدیو. Let's go! بیش از حد خوشحالم برای این ویدیو. بچه‌ها آیرونا رو خودم درست کردم و گلد رو چه موز درست کردم، چون موزم زرده. نگاه کنید، موزیه، گلد موزی. خب بر ندار، دارم ویدیو میگیرم مشتی. خب ما شمشیرش رو درست کردم که شتاباشون بالاشون معلوم باشه و دایمندی هم شبیه دایمنده دیگه، خیلی قویه. چرا پوشناش اینطوریه؟ وات؟ فکر کنم برای سرعت اینترنت اینجوریه. حالا اینجوریه پوشنه، حالا با اون کاری نداریم. بعد آسمونش چرا اینجوری شده؟ من حالا اون آسمون و پوشنه به خاطر اینترنته، با این جدول کناری که رنگ و اینا رو زده به خاطر اینترنته. ولی آسمونش چرا اینجوریه؟ چرا این ریختی رفته؟ نمیدونم حقیقتا. نمیدونم. سبز احمق بمیر دیگه، سگ جون بمیر. عوضی بذارین بچه ها من اینو بکشم، حمله کنید. بدم رفت ولی یارم زدش. خب عیب نداره. داشتم میگفتم بریم بید گرینو بزنیم. لالای لای لالای لای لالای لای. بچه حالا خارج از شوخی، اگر ممبرای چنل تلگرام من به 30 نفر برسه، من پک اونجا قرار میدم، چون که ممبرای چنل تلگراممون خیلی کم شده و من امیدی ندارم که اونو اونجا بذارم. بعد میترسم دست یه آدم اشتباهی بیفته دوباره شر بپا کنه. بعد آره کلا بمیر، افتادم. بیا بزنمت. برو بمیر. نه چرا میزنی؟ دو به تک نه مردم. سال اولمون اینه که رفتی آپارات یا نه؟ چرا رفتم ولی به مدت کم، بعدش برگشتم. خب بچه من بعضی از سوالا رو چطور بگم، زیاد بود، تکراری پرسیدین، بعدا از هر سال یه دونه آوردم. پس ناراحت نشین. مرسی. نیفتم. خدا رو شکر نیفتادم. پارمیس گوی. خب به بچه ها اینجا یکم ریسکیه. خب باره کنار. هشتگ پارمیس بعد شانس. قرمزا ریختن سرمون. بزنیدش. بزن. میکشتمش. یس ولی دوباره مردم. الان میخوام اون 4 سوالی که شبیه همه رو بپرسم. خب به ترتیب: کشور مورد علاقت، رنگ مورد علاقت، زبان مورد علاقت و غذای مورد علاقت رو بگو. من کشور مورد علاقه هم خیلی کره و ژاپن رو دوست دارم. رنگ مورد علاقه هم آبیه. زبان مورد علاقه هم ژاپنیه. غذای مورد علاقه هم کشمش پلو. خب الان 5 سوال اول پرسیدی و بریم سراغ سوال 6. به سیاست علاقه داری؟ خب نه، علاقه خاصی ندارم. کلا بدم میاد سیاست، ولی خب توی دنیا که هستیم اگه سیاست نداشته باشیم خورده میشیم. کلاچ پشمم، کلاچ آن تاپ. هشتگ پارمیس پرو. عوضی کل فوج خالی کرد. فوج خب بده به منم فوج میخوام. منم کاراکتر منم بازی کنم. خب سوال بعدی اینه که چند سالته؟ هیچ وقت نباید سنی خانومو ازش بپرسین، ولی میتونم قدمو بهتون بگم. قدم 170. یک بانوی قد بلند تشریف دارم. قدم 170 همین. خب آقا سوال بعدی میگه که بویفرند داری؟ ندارم. سوال یه جوری میکرد نمیدونم آخه کی سال از من میپرسه. من موندم. من کلا خوشم نمیاد. شاید به صدام یا هر چیز دیگه این نخوره، ولی اصلا از این چیزا خوشم نمیاد. اصلا برای فعالیت اوکی آقا میگم این ویدیو میگیم تمام میشه میره، ولی اصلا کلا نه، اصلا خوشم نمیاد. نمیدونم چرا. کشتمش پشما. چرا از اون ور میزنی؟ خب نزن. میزنم. میکشم. تو چرا میزنی؟ نزنید آقا، نزنید.
کلی گفتم اصلا اینجور چیزا خوشم نمیاد. اصلا اگه یکی بیاد بگه بیا چیز بشیم و اینجور چیزا، کمشونو زدم. از این چیزا خوشم نمیاد. هر کی خواست بیاد از این کارو بکنه بدونی که یه فوش از طرف من میخوره و شایدم اگه دیدم خیلی اوضاعش خیت بود، خیلی عوضی بازی در بود، شاید ویدیوش کردم گذاشتم تو کانال تلگرامم یا گذاشتم تو یوتیوب. کلا کاسکش بازی در نیاری. همین چیه هر کی اومد تیوی من از این گوخوری خورد کشو میزنم گفته باشه. بچه فراری وین شد پشمام. به جز یوتیوب چه شغل دیگه سراغ داری؟ من خب اگه تو این سنو بخوام بهتون بگم یوتیوب به معنی شغل نمیبینم حقیقتا. نه از یوتیوب درآمد دارم نه چیزی، نه برای درآمد دارم این کارو میکنم، از عشق و علاقه دارم این کارو میکنم و یوتیوب به عنوان شغل نمیبینم. بعد قصد ندارم برنامه‌های آینده‌مو بگم با اینکه هنوز سنم آنچنان زیاد نشده، ولی خب هنوز برنامه ندارم برنامه‌های آینده‌مو بگم. بله. خب بریم سراغ سوال بعدیمون. راستی بچه این دایمنداش اینطوریه، نگاه کنین. اومد دستم وایسین. F1 اندازش نگاه کنین این شکلیه. خب بریم برای سال بعدیمون. کی فکس ریویل میکنی؟ ایشالا 100k بشیم، چون که 100k بشیم یکم از سنم میگذره، قیافم درست میشه. الان چون قیافه خاصی ندارم. بله الان میریم تو بیس زرد کتلت میشیم. خب سال بعدمونه که کی سیستم میگیری؟ به خدا معلوم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. پرش دید بزنش. دو به تک نه. خب بچه ها ذره دارن کتلتمون کردن. خب سوال بعدی اینه که آیا با پسر فعالیت میکنی؟ بستگی داره کی باشه. اصلا آدم خوبی باشه، بدونم کیه، آدم عوضی نباشه، آره چرا که نه. ولی مثلا برعکس این چیزی که گفتم باشه، نه سیکشو میزنم. این سال خیلی خوبی پرسید. چرا یوتیوب شروع کردی؟ خب من یوتیوب به خاطر عشق و علاقه خودم شروع کردم، چون که مثلا سنم پایین تر بود، موقع گوشی نداشتم، با گوشی مادرم مثلا میرفتم آپارات سرچ میکردم. خب اون موقع فقط ماینکرافت بلد بودیم، بازی چیه، با مثلا جی تی ای نمیدونستیم چیه، در واقع آپارات‌ها رو میدونستم ولی خب سرچ میکردیم مثلا ماینکرافت، آپاراتورایی که مثلا لایواشون، پخش زنده هاشون، ویدیوهاشون رو میدیدم چطوری با مخاطباشون حرف میزدن، گیم میزدن، میخندیدن، میرفتن سرور و اینجور چیزا. من خیلی خوشم اومد. من حقیقتا یه زمانی آپاراتر بودم، آپاراتر. ولی خب الان دیگه نیستم و اومدم پیش شما عزیزان. خواهر برادر داری؟ آره یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. چرا به نظرت بهترین سرور اپکس ماینه؟ چون که هم برای کسایی که کانتنت کریتورن یا هر چیز دیگه یا یه استریمر یا هر چیز دیگه هستن، یه سری چیزها قائله که میتونه مثلا ویدیوشونو بهتر کنه. من خودم یه زمانی میدیوی اپکس بودم دیدم و هنوزم اینطوری هم که بهترین سرور برای بدراک پلیرها اپکس ماینه و لیاقتش بیشتر از این چیزاست. نظرم خیلی خوبه. همین. چرا پک قبلیت پاک شد؟ برای کسی که نمیدونن من قبلش 2 تا پک دیگه 2 یا 3 تا بود، یکی دیگه درست کرده بودم، بعد اونا پاک شدن. برای این روزا میخواستم که 1000 تا شدیم پاک شدن. نمیدونم چرا حالا پاک شدن. من خودم هنوز توش موندم، پیگیرش شدم ولی هیچی نفهمیدم، بعد ولش کردم. منطقیه، خودم نمیدونم. خب بچه‌ها دیگه داریم میرسیم به سوالای آخر. توی یوتیوب روی کی کراشی؟ من تو کسی توی یوتیوب کراش نیستم، بیشتر تو انیمه ها کراش میزنم. اصلا اگه میگفتیم تو انیمه رو کی کراشی، شخصیت مورد علاقه چیه، 100% میگفتم، ولی خدای تو یوتیوب کراش کسی کراش نیستم. چرا یوتیوب رو شروع کردی؟ همونطور که گفتم درباره آپارات، این چیزا که من با آپارات با یوتیوب آشنا شدم اینطوری بود که اصلا آپارات بودن، بعد میدم یکی رو میگفتم بیاین کانال یوتیوب، بعد من اینطوری بودم که خب اون موقع خب هنوز فیلتر شکن نداشتم، همینجوری رفتم ریختم و این چیزا، رفتم می‌بینم چقدر از آپارات خفن تره. بعد آپارات خیلی گو بودم.
بعد گفتم چقدر خفن‌تره و اینجوری دیگه اومدیم یوتیوب. بعد خیلی خوشحالم که اومدم یوتیوب، چون موقع تو آپارات 8 نفر بیشتر باید نمی‌کردن. بالاخره رسیدیم به سال آخرمون. درآمدها فعال شد یا هنوز قطعه؟ و تو این سالا خیلی وقت پیش پرسیده بودن. خب من یه 6 ماه 3 ماه 19 حالا به غیر از این چیزا من اون موقع اضافه شدم. بعد این خیلی وقت پیش پرسیده بودن که اون موقع درآمد داستان شده بود، همه رفتن کیک. درآمد فکر کنم فعال شده، چون که من نمیدونم، اطلاعی ندارم، چون به درآمدزایی هنوز واچای من پر نشده. این بود از این ویدیویی که من قراره بود 6 ماه ضبطش کنم ولی خب نمیشد. مرسی، ما رو حمایت کنید تا به 10,000 تا ساب برسیم و خدافظ.